در ایتالیا هر سال تعداد زیادی خودرو به سرقت میره. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده در سال 2018 میلادی بیش از 105,000 خودرو در ایتالیا دزدیده شده. اما همزمان با افزایش سرقت خودرو، دزدیدن لوازم و قطعات خودرو نیز باب شده که در میان اونها اگزوز خودروهای یورو 6 که دارای کاتالیست هایی با فلزات با ارزش میباشه و یا چرخ خودروها رو میشه مثال زد. البته در این میان ربوده شدن اشیاء داخل خودروی متعلق به سرنشینان اون رو هم نباید فراموش کرد که یکی دیگر از نگرانی های اصلی صاحبان خودرو در ایتالیا است. برخی از صاحبان خودروها در شهر روم مثل راننده این تاکسی که ماشینش اینجا پارک کرده با امید به اینکه دزدها وارد ماشینش نشن، نوشته و مبنی بر اینکه در داخل این ماشین چیزی وجود نداره بر روی شیشه های ماشینش نصب کرده. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.